هر کس این خورشت قیمه رو میبینه میگه این که قیمه شب ماست. ولی این قیمه اصیل رشتی یه تفاوتای خیلی خوشمزه‌ای با قیمه‌های آسون و سریع شهرهای دیگه داره. مثلا پیازشو به جای خورد کردن ریز رنده میکنی، بعد توی روغن زیاد و با حرارت خیلی کم 1 ساعت میذاری آروم آروم نرم شه و رنگش کاراملی شه. برای طلایی شدن رنگ پیاز اصلا عجله نکن، چون وقتی بهش زمان میدی و آروم آروم این رنگی میشه خیلی غذا رو خوشمزه تر میکنه. بعدم که گوشت چرخ کرده رو انداختی توش و نمک، فلفل سیاه و زردچوبه زدی، باز حدود نیم ساعت با همون حرارت کم تفتشون میدی. پس حتما اونقدری تفتشون بده تا روغنشون در بیاد. خیلی هم ممنونم که هم لایک میکنی هم یه دونه کامنت برام میذاری، مرسی. اینجا لپه هایی رو که حتما از شب قبل خیس کردی به گوشت چرخ کرده اضافه میکنی و یه همی میزنی. بعد میری سراغ رب که فروشگاه ترشی خورون بهترین رب خونگی خوش رنگ و خوش طعم رو برات میفرسته. حتما توی روغن تفتش بده و سرخش کن، بعد بریزش توی گوشت و لپه ها. بعدم که دیگه مخلوطشون میکنی و با 2 لیوان آب جوش و 1 چوب دارچین میذاری 1 ساعت جا بیفتن. یه رو به آخرم نمک، فلفل سیاه و آب لیمو ترش میریزی توش. اونقدرم سیب زمینی سرخ کن که هیچکی نگه چرا به من کم دادی. حالا برو سراغ بادمجون سرخ شده و آماده ترشی خورون که کارو برات راحت کرده. یا از این بادمجونای سرخ شده و آماده استفاده کن، یا هم که بادمجون رو سرخ کن و 5 دقیقه آخر با سیب زمینی سرخ کرده و گوجه سرخ شده بچین روی خورش. آخ آخ آخ، به به. اصلا اگه تو بهشت کنار این برنج محلی و تحقیق قیمه رشتی نباشه، من اون بهشت رو نمیخوام. پوری هم هستا. خب چرا میخوام. و بهشت زیر دست آشپز هاست و بس نوش جانتون. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودی.